تا حالا فکر کردی چرا بعضی آدم‌ها بدون اینکه فریاد بزنن، توهین کنن یا حتی صداشون رو بالا ببرن، میتونن حرفشون رو طوری بزنن که طرف مقابلشون هیچ راهی برای مخالفت نداشته باشه؟ چرا بعضی‌ها فقط با کلماتشون میتونن آدم‌ها رو متقاعد کنن، فرصت‌های بزرگ بگیرن و حتی بدون اینکه بجنگن پیروز بشن؟ بهترین کاری که میتونی برای خودت انجام بدی تا تو هم این مهارت رو به خوبی یاد بگیری، یادگیری مهارت نوشتنه. چون نوشتن فقط برای گرفتن نمره یا انجام تکلیف نیست. نوشتن یعنی یاد گرفتن تفکر. وقتی می نویسی، ذهنت مجبور میشه فکرها رو مرتب کنه، ایده ها رو شفاف کنه و این یعنی توی زندگی مؤثرتر رفتار میکنی، تصمیم‌های بهتری میگیری و توی نبردهای شخصی و حرفه‌ایت پیروز میشی. جالبه که دانشگاه‌ها هیچ وقت به دانشجوها نمیگن چرا نوشتن مهمه. فقط میگن این تکلیف رو انجام بده تا نمره بگیری. ولی اصل ماجرا اینه که نوشتن، صحبت کردن و فکر کردن اینها مهارت‌هایی هستن که تو رو به قدرتمندترین نسخه خودت تبدیل میکنن. وقتی بتونی درست فکر کنی، واضح بنویسی و قاطعانه صحبت کنی، هیچ چیزی جلودارت نیست. نگاه کن به آدم‌های موفق. اونها بدون اینکه صداشون رو بالا ببرن، بدون اینکه بی‌احترامی کنن، فقط با انتخاب درست کلماتشون میتونن طرف مقابل رو طوری تحت تأثیر قرار بدن که هیچ جوابی براش نداشته باشه. چون قدرت کلام دارن. چون میدونن چطور بحث کنن، چطور متقاعد کنن و چطور تأثیر بگذارند. حالا یه سوال دارم. اگر واقعا میخوای توی زندگیت قوی تر بشی و روی بقیه تأثیر بذاری، توی کامنت ها برام بنویس که چطور از قدرت کلامت استفاده میکنی و اینکه حتما سابسکرایب کن تا در ادامه آموزش ها هم همراه ما باشی.